الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. حدیثی را که خواندم امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب صحیح خود زیر باب فضل التهلیل آورده و همچنان امام مسلم رحمت الله علیه در صحیح خود این حدیث را آورده است. این حدیث در بیان فضیلتی کلمه لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر می باشد که گفتن این کلمه چقدر اجر دارد. در این حدیث 5 اجر بزرگی در فضل این کلمه ذکر شده. اول معنای کلمه را بگوییم. ابو هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث را روایت می کند، می فرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: من قال لا اله الا الله وحده لا شریک له، شخصی اگر بگوید لا اله الا الله وحده، نیست هیچ معبودی بر حق مگر الله تعالی، یعنی بجز الله معبود بر حق شخصی دیگری وجود نداره. ای الله وحده ذاتی تنها است، تنها خالق است، تنها رازق است، تنها مدبر کون است، تنها عبادت میشه، نامه های زیبا و قشنگ تنها الله داره، کسی دیگری هم مانندی کرده نمیتونه به او. لا شریک له، نیست هیچ شریک و سهیمی در قدرت الله تعالی، در خلق الله تعالی، در ربوبیت الله تعالی، در عبادت الله تعالی، در اسماء و صفات الله تعالی. هیچ کسی با او هم مانندی کرده نمیتونه، هیچ کسی با او شریک شده نمیتواند و شریک هم نمی باشد. له الملک، بری الله تعالی ملک و پادشاهی است. ملک و پادشاهی دنیا و آخرت همه. اگر ملوک و پادشاهانی را در دنیا ما میبینیم، اینها همه ملکهای عارضی هستند، از پیش از اینها زائل میشه، از بین میرود، یا خودشان میبرن، یا اینکه اشخاص دیگری میآیند ملک از نزدی از اینها به زور غصب میکنن، باز پادشاه دیگری می از نزدی از او غصب میکنه، همچنان جریان داره. ملکهای عارضی است همه. وله الحمد، و برای الله تعالی حمد و ستایش است. و هو علی کل شیء قدیر، و او الله تعالی بر هر چیز قادر و توانا است. این کلمه مختصر و معنای از او به زبان فارسی. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند شخصی این کلمه را بگوید در یک روز، فی یوم، در روزی، 100 مره، 100 مرتبه، یعنی در هر روز اگر این کلمه را 100 مرتبه بگوید اجری چی داره؟ در بعدی رسول الله صلی الله علیه و سلم 5 اجری زیر بیان میکنه. کانت له اجر اول عدل 10 رقاب، ثوابی 10 گردن را میگیرد، یعنی گویا اینکه 10 شخص را آزاد کرده باشد، 10 غلام، 10 کنیز را آزاد کرده باشد، ثوابی از اینها را میگیرد. دوم، و کتبت له 100 حسنه، 100 نیکی در دفتر اعمال ازی نوشته میشه. و محیت عنه 100 سیئه، و 100 بدی از دفتر اعمال ازی محو کرده میشه، از بین برده میشه. و کانت له حرزا من الشیطان، چهارم، این دعا و این کلمه بری ازی نگهبان می باشد، حفاظت میکنه ایره از شیطان یومه ذالک، امی روزی که ای دعا را گفته، حتی یمسیه، تا
بیگاره. یعنی معنایش است که کلمه را از صبح بگوید تا بیگاره ایره از شیطان حفاظت میکنه. پنجم، ولم یأتی احد بافضل مما جاء به الا رجل عمل اکثر منه. هیچ شخصی از این شخصی که این کلمه را گفته بهتر عملی را کسب نکرده، بهتر عملی را نزد پروردگار نیاورده مگر شخصی که عمل کرده باشه از این بیشتر، یا عملهای بزرگی دیگری داشته باشه که از این بالاتر بوده باشه وزنش، ثوابش، یا این که این کلمه را از این زیادتر و بیشتر گفته باشه. از این دانسته میشه که این کلمه را از 100 مرتبه هم بالاتر انسان گفته میتواند. از این لفظ این معلوم میشود. و همچنان از این حدیث ای را دانسته میشه که این کلمه را اگر صبح گفت تا بیگاره حفاظت برش می باشه و این اجر کسب میکنه، اجری که بیان شد در حدیث، اجری 10 غلام، اجری 100 نیکی، 100 گناه دیگری محو میشه. این اجر را از طرف یعنی وقتی که بگوید از طرف صبح تا بیگاره ای را کسب میکنه. اگر بالمقابل در بیگاه هم گفت چنین اجر را باز هم دوباره کسب میکنه و این دعا و این کلمه برش حفاظت هم میباشه تا صبح. یعنی 1 مرتبه 100 مرتبه صبح بگوید و 100 مرتبه دیگری بیگاه بگوید تا اینکه اجری زیادی را کسب کند و همچنان در نگهبانی الله تعالی بوده باشه، هم از طرف صبح و هم از طرف بیگاه. الله تعالی ما را توفیق بدهد که این کلمه مختصر وقت زیادی را از ما نمیگیرد، همیشه هر روز به این کلمه پابند باشیم تا اینکه الله تعالی اینقدر نیکی های بزرگی را در دفتر اعمال ما اضافه کند و همچنان گناهانی بیشماری که هر روز ما انجام میتیم به سبب این کلمه هر روز، هر صبح و شامی 100 نیکی بدی ما را محو کند، از دفتر اعمال ما زائل کند و همچنان از دشمنی سرسخت و قوی که هر لحظه در کمین است از او از طرف صبح و بیگاه هر دو وقت در امان بوده باشیم.